درود به همه همزبانان مهربانم در سراسر این جهان پهناور. امیدوارم زندگیتون پر از شادی و تندرستی باشه. من مژده در نیم ساعت آینده میزبان شما نازنینان هستم. در این برنامه به آشنایی با نوروز و آداب و رسوم رایج در روزهای پیش از نوروز مثل خونه تکونی، مراسم پنجه و چهارشنبه سوری میپردازم. در ایران زمین پیش از رسیدن نوروز آیین‌های شاد گوناگونی برگزار میشه و با برگزاری اونها خودمون رو برای شروع سال و بهاری دیگه آماده میکنیم و به پیشواز این جشن بزرگ آریایی میریم. خونه تکونی نخستین آیینیه که بین ایرانیان و سایر مردمانی که نوروز رو جشن میگیرند مرسومه. خونه تکونی با زدودن غبارها و تمیز کردن خونه و بیرون بردن وسایل کهنه و قدیمی و جایگزین کردنشون با وسایل نو همراهه. با این کار به استقبال بهار و تازگی و سرزندگی میریم. زرتشتیان بر این باورند که تا پیش از پنجه و اول چهره گهنبار باید خونه تکونی تموم شده باشه و برای استقبال از روان درگذشتگان خونه تمیز و آب و جارو شده باشه. در ادامه براتون از مراسم پنجه میگم. در گاه شماری ایران باستان 12 ماه 30 روزه وجود داشت. 5 روز باقی مونده رو پنجه میگفتند و اون رو جشن میگرفتند. به نیایش و داد و دهش میپرداختند. هر یک از این روزها نام جداگانه‌ای داره که بخش پنجگانه گادها رو یادآوری میکنه. از 25 تا 29 اسفند و نام هر کدوم از این روزها به ترتیب اهنود به معنی بزرگی، اشتود خوشبختی، سپنتمد نیروی افزایش و هوخشتر فرمانروایی نیک و وحیشتویش یعنی بهترین آرزو و بهترین ثروت هستند. واژه همسپت میدیم برابر شدن روز و شب معنی میده و در باور زرتشتیان گهنبار همسپت میدیم که این 5 روز آخر سال هست هنگام آفریده شدن انسان از سوی خداوند و پایان مرحله آفرینشه. چون که ایرانیان باستان بر این باور بودند که فروهر درگذشتگان در این روزها به خونه هاشون برمیگرده، قبل از اومدن فروهر درگذشتگان خونه رو تمیز میکردند. اهورامزدا دانای بزرگ هستی بخش و منشأ خرد و نور در زمان آفرینش برای مبارزه با سیاهی و جهل اهریمن گوهرهای ارزشمندی از وجود خودش رو برای موجوداتی که پدید خواهند اومد در وجودشون قرار داد به نام فروهر. فروهر از دو واژه فر به معنی حرکت رو به جلوست که در واژه‌های فردا، فراز و فرهنگ دیده میشه. نیمه دوم واژه فروهر به معنی نگهدارنده است. بهترین معنی برای فروهر نیروی محافظ و پشتیبانه. در تمام دوران زندگی فرد درستکار او رو رها نمی‌کنه. هنگامی که فرد از راستی منحرف میشه این گوهر هرگز آلوده نمیشه و وجود فرد گناهکار رو فقط ترک میکنه. فروهرها تا هنگام مرگ در وجود فرد راستکار میمونند و هنگام مرگ جسم به وجود اصلی خودشان که همون اهورامزدا هستند میپیوندند. در طول سال هنگام نزدیک شدن به نوروز فروهرهای درگذشتگان در 5 روز آخر سال به سوی بازماندگانشون برمیگردند تا برای عزیزانشون در آغاز سال نو شادی و برکت بیارند. برای پیشواز رفتن از فروهر درگذشتگان خونه رو تمیز می‌کنی. در آخرین روز پنجه در آیین ویژه‌ای مقداری هیزم بر بالای بام خانه فراهم می‌کنیم و در سپید دم روز بعد
آتش رو روی بام خانه روشن می‌کنیم تا فروهرها رو بدرقه کرده باشیم. آرش نورآقایی، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران باستان، به نام‌های مختلف پنجه در آخرین روزهای سال اشاره می‌کنه و میگه پنجک، پنجه دزدیده، پنجه برداشته شده، پنجه سپندینه یا مقدس، پنجی، اندرگاه، اندرجاه، پنجه نیکو و پنجگاه گاهانی از نام‌های گوناگون 5 روز آخر سال هستند. از آنجایی که این 5 روز روزهای پیش از فرارسیدن بهار و فصل نوزایی طبیعت هستند، مردم از این فصل انتظار برکت و حاصلخیزی و فراوانی رو داشتند و با همین هدف آیین‌هایی را برگزار می‌کردند که به باروری طبیعت یاری کند. از سنت‌های دیگه‌ای که پیش از نوروز انجام میشه درختکاریه. این رسم بسیار نیکو از پیشینیانمون برای ما به جا مونده. در میانه اسفند در هر محله زرتشتیان برای سرسبز نگه داشتن محله خود به آتشکده و مدارس و جاهای همگانی به هرس درختان و کاشت درختان جدید می پرداختند که این سنت خوشبختانه کماکان باقی مونده و 15 اسفند رو روز درختکاری در تقویم ثبت کردند. همچنین سبز کردن که یکی از رسوم کهن ایرانیانه و در گذشته هر سال قبل از نوروز چند نوع سبز می کردند برای ما به یادگار مونده. در کاخ پادشاهان 25 روز قبل از نوروز در میدان شهر 12 ستون از خشت خام برپا می کردند و بر هر ستون غلاتی از جمله گندم، جو، برنج، ارزن، ذرت، لوبیا، نخود، کنجد، عدس و ماش می کاشتند و در 6مین روز فروردین که زادروز اشو زرتشته با شور و نشاط سبزه ها رو برداشت می کردند و به نشان برکت و باروری در تالارها پخش می کردند. پیشینیان ما سبزه رو نماد برکت و باروری می دونستند و قبل از عید گندم و جو و ارزن رو که جزو مهمترین خوراکشون بود می کاشتند و اگر دانه ها رشد خوبی داشت اون سال رو سالی پربرکت می دونستند. و اما حاجی فیروز یک چهره شناخته شده در فرهنگ فولکلور ایرانه که در روزهای پایانی سال به شهرها و روستاها میاد تا خبر رسیدن نوروز رو به مردم بده. حاجی فیروز مردی لاغرندامه که کلاه دوکی بر سر داره و گیوه های نوک‌تیز با لباسی سرخ بر تن میکنه. او یک دایره زنگی یا تنبک در دستش میگیره و به رقص و شیرینکاری و خوندن آواز میپردازه. همونطور که میدونیم نوروز و تمام جشنهای پیرامون اون پیوند تنگاتنگی با کشاورزی داره. فرارسیدن بهار، نو شدن زمین و سبز شدن درختان و زمان کشت محصول از چنان اهمیتی برخوردار بوده که اسطوره ها و جشن هایی در مورد اون شکل گرفته. یکی از این اساطیر اسطوره ایزد شهید شونده و زنده شدن دوباره او که مربوط به کشاورزیه و ریشه‌ای بسیار کهن در این سرزمین داره. آیین اون حتی به پیش از مهاجرت آریایی ها به فلات ایران برمیگرده. طبق این اسطوره که مشابهش در اساطیر بین النهرین هم هست، ایزدبانوی باروری که معادل ایشتر در بین النهرینه به جهان زیرین یا زیر زمین که به باور مردمان جهان مردگان بود سفر میکنه و برای او دیگه بازگشتی نیست. پس از فرو شدن او زایش و باروری از زمین برداشته میشه.
خدایان در صدد چاره‌جویی برمیاند و سرانجام موفق میشند آب زندگی رو به دست بیارند و بر او بپاشند. ایزدبانو به روی زمین برمیگرده، اما طبق قانون سرای مردگان ایزدبانو باید جانشینی برای خودش انتخاب کنه تا او رو به جای خودش به جهان زیرین بفرسته. او شوهر خودش رو دموزی یا تموز در بین النهرین انتخاب میکنه که از بازگشت او ناخشنود بوده. جامعه سرخ بر تن شوهرش میکنه، روغن خوشبو به تنش میماله و سازی که شاید دایر زنگیه به دستش میده و او رو به جهان زیرین میکشه و به عبارتی دیگه او رو شهید میکنه. او همون دموزی که ایزد گیاهانه وقتی به جهان مردگان میره با خود سرسبزی رو هم میبره و گیاهان رو خشک میکنه. زمان رفتن این ایزد گیاهی به جهان زیرین با سوگواری های زیادی همراه بود. رد پای این سوگواری ها رو در ایلام باستان داریم. برای شهادت این ایزد گیاهی مردم بسیار گریستند و اون رو طلسمی برای باران آوری و به سر رسیدن فصل خشکی گیاهان میدونستند. بنابراین اسطوره ایزد گیاهی باید به روی زمین برگرده تا گیاها سبز بشن. پس چاره چیه؟ خواهرش میپذیره نیمی از سال رو به جای برادرش در سرزمین مردگان به سر ببره تا برادرش به روی زمین بیاد و گیاها جان بگیرن. همونطور که فرو شدن این ایزد گیاهی با سوگواری های زیادی همراه بود، بالا اومدنش هم مژده رسیدن بهار و رویش گیاهان رو میده و با جشن‌های زیادی همراه بوده که همان نوروز ماست. رنگ سیاه چهره او هم نماد بازگشت او از زیر زمین و از جهان مردگانه. این اسطوره پیش آریایی با آمدن آریایی ها به فلات ایران و آمیخته شدن اسطوره های آریایی با اسطوره های بومیان فلات ایران به صورت شخصیت سیاوش در اساطیر ایران در میاد که سیه روی بسیار محبوبی در میان ایرانیان بوده. او نماد پرهیزکاری، مقابله با ظلم و شهادت مظلومانه است. سیاوش به معنای مرد سیاه چرده بازمانده اسطوره ایزد گیاهیه که مظلومانه کشته میشه و کشته شدنش با آیین‌های سوگواری و گریستن مقدس همراه بوده و بازگشتش به روی زمین با رویش گیاه پر سیاوشان از خون اونه. به نظر زنده یاد دکتر مهرداد بهار، حاجی فیروز بازمانده آیین ایزد شهید شونده است. چهره سیاه او نماد بازگشت از جهان مردگان و لباس سرخ او نماد خون سیاوش و حیات مجدد ایزد شهید شونده و شادی او شادی زایش دوباره اونهاست که با خود رویش و برکت میارند. حاجی فیروزها در جشن‌های نوروزی حیات مجدد این ایزد را به طور نمادین بازسازی می کنند و شادی آفرینند و موسم بهار رو خبر میدن و مردم هم به اونها بابت این خبر خوش مژدگانی میدند. به جز حاجی فیروز چهره فولکلور دیگه‌ای هم در خیابان‌ها به چشم میخوره که اومدن سال نو رو نوید میده و اون هم عمو نوروز یا بابا نوروزه. این شخصیت افسانه‌ای به همراه حاجی فیروز میاد و در شهرها و روستاها به گردش میپردازه. از ویژگی‌های ظاهریش میتونیم به مو و ریش سفید، کلاه نمدی، کمربند ابریشمی آبی، شال سفید، شلوار کتان و گیوه تخت نازکش اشاره کنیم. قصه عمو نوروز یا بابا نوروز و ننه سرما از افسانه‌های کهن و نماد گذار از سال کهنه به سال نو. شخصیت‌های عمو نوروز و ننه سرما نمادی از تغییر و دگرگونی در طبیعت و حال و احوال آدمیانه.
نن سرما نمادی از سکون و انجماد و عمو نوروز نمادی از رویش و اومدن بهاره. در حالی که نن سرما سردی زمستان رو با خودش میبره، عمو نوروز رسیدن بهار رو خبر میده. در واقع عمو نوروز در حکایات و روایات شفاهی و تاریخی نماد تغییر فصل، تغییر و دگرگونی حال و احوال و رستاخیز طبیعته. عمو نوروز نماد کسیه که برکت رو به همگان هدیه میده. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن ترانه زیبای فولکلوریک حاجی فیروز با صدای روانشاد مرتضی احمدی لذت برده باشید. و اما چهارشنبه سوری. چهارشنبه سوری رو میتونیم نخستین جشن سال نو بدونیم که متاسفانه در چند سال گذشته با تغییرات و تحریفات بسیاری در گوشه کنار ایران عزیزمون به همراه آداب و رسوم ویژه‌ای که البته خاستگاه اون مشخص نیست برگزار میشه. با توجه به اینکه در ایران باستان روزی با عنوان چهارشنبه نداشتیم، میتونیم بگیم که چهارشنبه سوری پس از اسلام به وجود اومده، ولی برگرفته از جشن پنجه است. جشنی که همونطور که قبلا هم گفتم پیش از اسلام زرتشتیان برای شادی روان نیاکانشون برگزار میکردن، چرا که باور داشتند در 5 روز پایانی سال روان درگذشتگان خانواده به خانه برمیگرده تا از زندگی و شادی اونها باخبر بشه. زرتشتیان از دیرباز برای پیشواز از سال نو و پیوندش با فروهر درگذشتگان بر بام خونه هاشون آتش می‌افروختند که باوری آیینی و اسطوره‌ای به همراه داشت و با آتش افروزی بر پشت بام هر خانواده به راهنمایی فروهرهای درگذشتگان خودش می پرداخت تا به سرای خود بیاد و در روزهای خوشی و سال نو همراه فرزندان و نوادگانش باشه. به باور روانشاد استاد پورداوود، آتش افروزی ایرانیان در پیشاپیش نوروز از آیین‌های دیرینه و شک نیست که افتادن این آتش افروزی به آخرین چهارشنبه سال پس از اسلام رسم شده، چون ایرانیان شنبه و آدینه نداشتند. آخرین شب چهارشنبه هر سال شب سرور و شادیه. با گذشت 1 سال با همه خوبی ها و بدی ها در این شب ایرانیان بوته های خار و هیزم فراهم می کنند و در فاصله های کوتاه قرار می دند و آتش می زنند و در حال پریدن از روی آتش میگن سرخی تو از من، زردی من از تو. زرد رنگی و بیماری و کسالت رو با شعله های سرخ آتش از خود دور می کنند. هرچند که زرتشتیان پریدن از روی آتش رو شایسته نمیدونند، اما در گذر سالها این سنت اینگونه به جا مونده و به باوری انرژی های منفی انسان در آتش که یکی از 4 عنصر مقدس طبیعت میره و گرما و انرژی پاک آتش به انسان برمیگرده. در گذشته پس از پایان آتش افروزی اهل خانه و خویشاوندان همه دور هم جمع می شدند و آخرین دانه های نباتی مثل تخم هندوانه، تخم کدو، پسته، فندق، بادام، نخود، تخم خربزه، گندم و شاهدانه رو که از ذخیره زمستان باقی مونده بود روی آتش بو می دادند و می خوردند. اونها بر این باور بودند که هر کس از این معجون بخوره نسبت به افراد دیگه مهربونتر میشه و کینه و رشک از او دور میمونه. قاشق زنی یکی دیگه از مراسم های چهارشنبه سوریه. پس از مراسم آتشبازی جوانان از دختر و پسر چادری به سر میکردند، کاسه و قاشقی فلزی به دست میگرفتند و به خانه همسایه ها میرفتند و با زدن قاشق به کاسه صاحب خونه رو خبر می کردند. صاحب خونه
در کاسه اونها نخود، لوبیا یا هر گونه حبوبات دیگه‌ای یا مقداری پول میذاشت. روز بعد با این پیشکش ها و سبزی که با پول جمع‌آوری شده خریدند آشی میپختند و باور داشتند که خوردن این آش بیماری و درد رو از بین میبره. آیین فالگوش ایستادن یکی دیگه از سنت‌های چهارشنبه سوریه. دختران و پسران بدون اینکه نیت خودشون رو به کس دیگه‌ای بگن، هنگام تاریک شدن هوا در پناه دیوار یا پشت در مغازه یا منزلی کمین می‌کردند و منتظر می‌موندند رهگذران عبور کنند تا به حرفاشون گوش بدن. بعد در میان حرفای رهگذران سخنان امیدبخش و نوید دهنده‌ای پیدا می‌کردند و نیت خودشون رو که در دل داشتند با اون سخنان که شنیده بودند تعبیر می‌کردند یا به فال نیک می‌گرفتند. بعد از خاموشی آتش و کوزه شکستن و فالگوشی و قاشق زنی جوانان نوبت به شالاندازی میرسه. جوانان چندین دستمال حریر و ابریشمی رو به هم گره میزنند و از اون تنابی رنگین به بلندی 3 متر میساختند. از راه پله ها بالای دیوار خونه ها میرفتند و از دودکش منزل اون تناب رو وارد خونه میکردند و یک سرش رو در دست خودشون میگرفتند. با چند سرفه صاحب خونه رو متوجه ورودشون میکردند. صاحب خونه که منتظر آویختن چند تا شال هم هست، با دیدن تنابای رنگین اون چیزی رو که بیشتر از این آماده کرده بود در گوشه شال میریزه و گرهی هم به اون میزنه و به آرامی یه تکون میده. صاحب شال میفهمه که پیشکشش آماده است. شال رو بالا میکشه و پیشکش رو به دست میاره. مردم بعد از آتش افروزی کمی زغال به نشانه سیاه بختی، کمی نمک به نشانه شورچشمی و یک سکه 10 شاهی به نشانه تنگ دستی در کوزه سفالین مینداختند و هر یک از افراد خانواده یک بار کوزه رو دور سر خودش میچرخوند و آخرین نفر کوزه رو بالای بام خانه میبرد و اون رو به کوچه پرت میکرد و میگفت درد و بلای خونه رو ریختم به توی کوچه و باور داشتند که با دور انداختن کوزه تیره بختی، شور بختی و تنگ دستی رو از خانه و خانواده دور میکنند و این آیین آیین کوزه شکستن نام داشت. پس از برگزاری مراسم‌های پیشواز نوروز در آخرین شب سال زرتشتیان در آتشکده به نیایش گروهی می‌پردازند و برای سالی پر از برکت و سلامتی برای همگان دعا می‌کنند. در آخرین روز گهنبار و سپید دم اولین روز از نوروز زرتشتیان بر پشت بام‌های خود میرند و با آتش افروزی و خواندن اوستا به بدرقه فروهر درگذشتگان خود که اول پنجه برای سرکشی به منازل خود اومده بودند میپردازند و تا سال آینده که اول پنجه برمیگردند اونها رو بدرقه میکنند. پس از آتش افروزی هر خانواده کمی از آتش خانه خودش رو در مجمر آتش میکنه و به آتشکده محل میبره تا با همگان همازور بشه. آیین آتش بام و پنجه زرتشتیان در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده. و اما برای دوستانی که تمایل دارن درباره موضوعهای 5 روز پنجه، چهارشنبه سوری و حاجی فیروز مطالب بیشتری بخونن، شما رو دعوت میکنم به کتابهای نوروز جشن نوزایی آفرینش نوشته علی بلوکباشی، کتاب از اسطوره تا تاریخ نوشته مهرداد بهار و همچنین کتاب آیین‌ها و جشن‌های کهن در ایران امروز نوشته محمود روح الامینی مراجعه کنید.
با آرزوی اینکه چهارشنبه سوری رو با همه آیین‌های زیباش جشن بگیریم و با شادی و تندرستی به پیشواز نوروز بریم، روزهای خوب و خوشی برای همگی شما نازنینان آرزو می کنم. هر جا نوروز هست آنجا ایران است و ایران اهورایی ما همیشه در وجود همگی ما جاودان است.